توانایی همین پنل آفتابی 30 وات هست. وقتی هر دو این پنل ها یک جای پیوست می شود، توانایی عمومی اینها می شود 60 وات. اینا پنل های خرد هستند، اندازه‌شون 35 و 60. خب سوال دادن که چرا توانایی عمومی پنل ها 60 وات هست، در یک ساعت 60 وات انرژی استفاده میکنن، لیکن شبانه یک لامپه که 40 وات هست همون پورا به انرژی تامین کردن نمیتواند. در سر اون است که پنل ها هنگام روزانه از حساب انرژی روشنایی انرژی الکتریکی استفاده میکنن. شبانه وابسته است که ما در همین برق مخزن ها اکومولاتورها چقدر انرژی ذخیره داریم. برای مثال همین اکومولاتور 12 وات و 17 امپر ساعت است. هر دو رو ضرب میکنیم 12 ضرب 17 204. یعنی ما شبانه همگی یک تا از این اکومولاتور که داشته باشیم شبانه همگی 200 وات انرژی ذخیره داریم. 200 وات ساعت. 200 وات ساعت لامپه که 40 وات هست اون همگی 5 ساعت با انرژی تامین کرده میتواند و تمام. اگر از همین اکومولاتور دو تا داشته باشیم 400 وات ما ذخیره کرده میتوانیم و 400 وات برای 40 وات 10 ساعت تامین کرده میتواند. هر دوی همین لوحه ها یک جایه در یک ساعت 60 وات استحصال میکنن، 60 وات انرژی استحصال میکنن. خب حاضر که در یک روز اگر 6 ساعت آفتابی داشته باشیم تنها در یک روز 360 وات انرژی استحصال کرده میتوانند. سبب دو تا از همین اکومولاتورها کفایه است، چون که لوحه ها در یک روز 360 وات انرژی استحصال میکنن. دو تا از همین اکومولاتورها 400 وات در خودشون ذخیره میکنن. همین کفایه است. اکومولاتور سوم ملکه زیادتی میشد برای این لوحه ها.